الله سبحانه و تعالی می فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، و در نفسهایتان چرا به دقت نظر نمی کنید؟ اگر انسان در اناتومی و فیزیولوژی وجود خود نظر بکنه، میبینه که الله متعال چه نعمت‌هایی را در وجود انسان خلق کرده و میبینه که اگر این نعمت‌ها در مقابل قیمت بر انسان داده میشد، انسان این نعمت‌ها را خریداری کرده نمیتوانست و شاید یک تعداد کم انسان‌ها میتونستند که از این نعمت‌ها استفاده بکنند. ولی الله متعال به اساس رحمت خود برای فقیرترین انسان زیباترین و مفیدترین اعضای بدن به شکل رایگان داده است تا این مخلوق از همه از استفاده بکنه و این اعضای بدن خود در خدمت دین الله قرار بده و کاری را بکنه که با این اعضای بدن خود رضایت الله را حاصل بکنه. الله متعال همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از نعمتهای الله وقت استفاده میکنیم شکر از این نعمتها را با اطاعت الله ادا بکنیم و هر عضو بدن خود مطابق حکم الله متعال استفاده بکنیم و به این شکل شکر این نعمتها را کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.